درود بر شما. امروز میخوام در مورد 3 سبک فرزند پروری با شما صحبت کنم. اولین سبک بهش میگن سبک فرزند پروری مستبدانه که از گذشته تا الان بوده، در گذشته البته بیشتر بوده. خیلی از ما هم تو همین سبک بزرگ شدیم که آسیب‌های خاص خودش رو داره. خواهم گفت اول ببینیم ویژگاش چیه. ببینید تو این سبک فرزند پروری مستبدانه قانون، کنترل و نظارت به شدت وجود داره، ولی از طرف دیگه محبت و آزادی بسیار بسیار اندکه. و بزرگترین گناه اینه که فرزندان نافرمانی کنن. باید فرزندان مطیع محض باشن. روابط شبیه روابط ارباب و رعیت، مناسبات ارباب و رعیتی حاکمه که مبتنی بر ترس و تنبیه. تو این در واقع خانواده فرزندان اهل تفکر نیستند. اگر قوانینی رو، بایدها و نبایدهایی رو رعایت میکنن، فقط از سر ترس از تنبیه شدنه. خودشون نمیدونن چرا نباید مثلا دروغ بگن، خودشون نمیدونن چرا مثلا باید نظم رعایت کنن، چرا تکالیف خودشون رو رعایت کنن. فقط میدونن که اگر این کارا رو انجام ندن جریمه میشن، تنبیه میشن. بنابراین آدمای خلاقی بار نمیان چنین فرزندانی. اهل آگاهی نیستند، نوکر صفت بار میان، بله قربانگو بار میان و بزدل و ترسو. خب خیلی از پدر مادرهای اکنون که کودکان دیروز بودن و تو سبک پدر مادری یا سبک فرزند پروری مستبدانه بزرگ شدن، آسیب‌هاشو دیدن تو خودشون، تو دیگران. گفتن این سبک رو بذاریم کنار، اما غافل از این که فقط این سبک رو واژگون کردن، وارونش کردن. بهش میگن سبک فرزند پروری سهلگیرانه. یعنی وقتی پدر مادر شدن، اومدن کنترل نظارت رو گذاشتن کنار. تو خونه خیلی قانون وجود نداره، بچه ها خیلی آزادی و اختیار دارن و در واقع این رابطه معکوس میشه. یعنی که فرزندان شما اربابی کنید، ما نوکر شما هستیم. خب این هم آسیب‌های خودشو داره. خروجی چنین خانواده‌هایی فرزندانی هستند به شدت پرتوقع، لوس، و وقتی وارد اجتماع میشن، از خانواده مستقل میشن، بازم میخوان با همون حالت دستوری با دیگران صحبت کنن. خب پس زده میشن، اجتماع گریز میشن، سرخورده میشن و معمولا میبینیم که آمار طلاق تو چنین فرزندانی خیلی زیاده. اما بهترین نوع سبک فرزند پروری چیه؟ اسمش هست سبک فرزند پروری مقتدرانه. یعنی حد وسط اون دوتا سبک، میانه در واقع اون دو سبک، یعنی سبک فرزند پروری مستبدانه و سبک فرزند پروری سهلگیرانه. تو این سبک مقتدرانه حاکمیت قانون هست، کنترل نظارت هست، اما در حد متعادل و حالت انعطاف پذیر داره. بعد قوانین در موردش سخن گفته میشه، فرزندان آگاه میشن در مورد در واقع بایدها و نبایدها. آخه ما باید اینو بدونیم، دو جور باید و نباید وجود داره. یه سری بایدها و نبایدهای دستوری، یه سری بایدها و نبایدهایی است که اخلاقیه. بایدها و نبایدهای دستوری و قانونی بیشتر از اجبار از بیرونه، اما بایدها و نبایدهای اخلاقی از درون سرچشمه میگیره، چون بر اساس آگاهیه. چون تو این خانواده گفتگو میشه، بچه ها آروم آروم خودشون متوجه میشن بر اساس اون گفتگو و آگاهی که پیدا کردن، احساس میکنن که بر اساس آگاهی خودشون و اختیار خودشون این قوانین رو رعایت میکنن. دیگه نوکر صفت نیستن، دیگه بر اساس ترس نیست، چون این بچه ها بر اساس اهل تفکر میشن. میدونه چرا نباید دروغ بگه، چون میدونه وقتی دروغ بگه دیگه دیگران بهش اعتماد نمیکنن. میدونه چرا باید مثلا نظم رو رعایت کنه، چون اگر نظم رعایت نشه
تو اون خونه جنگ و درگیری بیشتر میشه. اینا در موردش صحبت میشه، با هم گفتگو میکنن پدر مادرها با همدیگه، با فرزندان. بنابراین خروجی چنین خانواده‌هایی، چنین سبک فرزند پروری، بچه‌های خلاق، اهل تفکر و در واقع آزاد منش و نه نوکر صفت و شجاع هست خروجی اینجور خانواده ها.